سلطانی ولایت مختار کوهستان بدخشان شام 27 نوامبر در یک اظهارات توسط تلویزیون بدخشان خبر تیرپرانی روز شنبه در مرکز شهر خورغ را تصدیق کرد. پرویز عارفزاده گفت اعتراضها را در میدان اسماعیل سامانی در مرکز خورغ سرکردگان گروه‌های متشکل جنایی تشکیل کردند. پروکورور این اعتراضها را غیر قانونی نامیده گفت سال جاری از جانب سرکردگان و اعضایان گروه‌های متشکل جنایتی ولایت در میدان اسماعیل سامانی شهر خورغ گردهمایی غیرقانونی تشکیل کرده شد. گردهمایی غیرقانونی روزهای 25، 26 و 27 نوامبر سال جاری ادامه یافته. اعتراضگران طلب واخوری با رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و دیگر نمایندگان ساختارهای دولتی را کردند. سنه 27 نوامبر سال جاری تخمینا ساعت 14:00 رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزاناباد علیشیر خدابردی با جمع آمدگان در میدان اسماعیل سامانی شهر خورغ واخوری نمود. نام برده از اعتراضگران طلب کرد که ترتیبات جمعیتی را قطعاً رعایت نموده میدان را ترک سازند و آسایشتگی مردم را خللدار نکنند. رئیس ولایت در دایره وکالت‌های خود با سوال‌های اشتراکچیان تظاهرات غیرقانونی جواب‌های مشخص داده اظهار نمود که برای تحقیق خالصانه حادثه در روز 25 نوامبر سال 2021 به وقوع آمده از جانب پروکوراتور ولایت گروه فوری تفتیشاتی تأسیس یافته تفتیشات ادامه دارد. اما اعتراضگران با این قناعت نکرده از حسیات بلند اوباشی و حس بدبینی برخاستانه به رئیس ولایت و همراهان او حمله نموده با مقصد قصداً رسانیدن ضرر وزنین به جان آنها از پردمت‌های با صفت سلاح استفاده شونده استفاده نموده به وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان گیاهزاده عزیز قادر ضرر وزنین جسمانی رسانیدند. با مقصد پیشگیری ادامه کردارهای اوباشانه اعتراضگران نمایندگان مقامات حفظ حقوق مجبور شدند که از سلاح سوی هوا تیری آگاهی کننده پرانند. اوید به حادثه مذکور از طرف پروکوراتور ولایت مختار کوهستان بدخشان با ماده‌های 328 قسم 2، 330 قسم 1، 237 قسم 3 بند ا و 110 قسم 2 بندهای ا و ژ کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده پیشبر تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد. از ساکنان شهر خورغ و دیگر ناحیه‌های ولایت احترامانه خواهش کرده می شود که ترتیبات جمعیتی و آسودگی مردم را خللدار نسازند چونکه هر یک عمل غیر قانونی گفت پرویز عارفزاده. اما در حالی که پرویز عارفزاده تنها به هوا تیر آگاه کننده پراندن کارمندان مقامات را تصدیق می کند، تظاهرگران درباره جراحت برداشتن 4 نفر در تیرپرانی روز 27 نوامبر خبر می دهند. اعتراضات در خورغ روز 25 نوامبر در پی کشته شدن 2 ساکن دهه 17 نویه راشقله از جانب مقامات آغاز یافت. اعتراضگران جسدهای کفنپیش در دست در کوچه‌های خورغ راهپیمایی کردند و سپس در میدان نزد بنای حکومت ولایت جمع شده جسدها را در روی منبر گذاشته و به جوابگری کشیدن عاملان مرگ گلبدین زیوبیکوف و توتیشاه امیرشایف را طلب کردند. در رویارویی‌های روز 25 نوامبر در خورغ بین اعتراضگران و مقامات قدرتی باز یک ساکن بدخشان کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. مقامات از زخمی شدن 3 افسر کمیته دولتی امنیت ملی، 1 میلیسه و 1 کارمند پروکوراتور خبر دادند. شام 26 نوامبر مقامات به اعتراضگران 2 ساعت وقت دادند که میدان را خالی کنند و 5 میل سلاح اتومات را که گویا روز 25 نوامبر از دست کارمندان مقامات کشیده گرفتند برگردانند. اما اعتراضگران میدان را ترک نکردند و گفتند تا زمان اجرای طلب‌هایشان که از جمله به جوابگری کشیدن عاملان مرگ 3 ساکن ولایت و استعفای رئیس ولایت را در بر میگیرد به اعتراضهای خود دوام خواهند داد.